سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. امروز میخوام یه آموزش خفن براتون بذارم که 100% به کارتون میاد. این آموزشیه که شما میتونین خودتون توی جی تی ای وی پولدار کنین به سادگی، به ساده ترین روش. هیچ کاری نیاز نیست بکنین، نه نیاز مد بریزین، هیچ چیز خاصی نمیخواد. فقط تنها کاری که شما باید بکنید اینه که به نکاتی که من میگم توجه کنید و چیزایی که میگم و همینجوری پشت سرم مرحله مرحله پیش برید. خب قبل اینکه بریم آموزش رو براتون شروع کنم، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. و اینکه یه نکته بهتون بگم، برای اینکه بتونید این گلیچ یا باگ یا نمیدونم اسمش چیه، میشه گفت گلیچ، برای اینکه این روش رو بتونید انجام بدید، شما باید مرحله دزدی از الماس رو رد کرده باشید. توی جی تی وی دزدی از الماس فروشی، اونو باید رد کرده باشید. و اینکه آره دیگه، بریم سراغ آموزش. برای این گلیچ شما تنها کافیه که گوشیتون رو باز کنید، این گزینه پایینی، این نه پایینی، اونو بزنید و گزینه وسط مانی اند سروایسز اینو بزنید و گزینه اول رو کلیک کنید روش. گزینه وسط مارکت، سپس پرایس موومنت رو یه بار بزنید. هم که میبینید اینجا سهامایی که سقوط کرده سرمایه‌شون رو اینجا میبینید. شما نباید سهامایی که سرمایه‌شون رو به بالاست رو بخرید، چون اونجوری جایی که پولتون اضافه بشه کم میشه. پس همیشه باید گزینه‌های پایین رو انتخاب کنید. اگه شما مرحله الماس فروشی رو رد کرده باشید، یعنی دزدی از الماس فروشی رو رد کرده باشید، اینجا توی سهام لایف اینویدر خیلی سقوط کرده، یعنی 55% یا 30% الی 55% سقوط کرده سهامش، سرمایهش سقوط کرده. ولی الان چون بیشتر شده بهتره، هر چقدر کمتر باشه بهتر. خب ما کلیک میکنیم روی سهام لایف اینویدر و بعدش بای و بعدش حالا برای اینکه مطمئن بشید که این گلیچ یا باگ کار میکنه، یه دونه حتما تست کنید. مثلا با یه دونه اول شروع کنید که یه وقت پولتون چی بهش میگم، پولتون خورده نشه، کلاهبرداری نشه توسط جی تی ای. مثلا 1 2 تا 3 تا حتما تست کنید. الان ببینید این $37 من گرفتم. الان گزینه بای رو میزنم، کانفرم، کانتینیو. اینجا خودش مای پرو پورتفولیو اینجا خودش بزنید روش. اولین گزینه لایف اینویدر، روش کلیک میکنید، سل، بعدش سل آلو میزنید. اینجا ببینید 37 بوده، ببینید الان چقدر میشه. 37 تبدیل میشه به $109. کانفرم رو میزنید. اینجا نگاه کنید، این بالا ببینید $108 اضافه شد، الان رفت. حالا یه بار دیگه براتون پول بیشتری تست میکنم که مطمئن بشید. اینجا لایف اینویدر بای، من کل پولم الان سرمایه گذاری میکنم. ببینید که این گلیچ چقدر به راحتی میشه ازش استفاده کرد. 2,643,000 تا پول دارم که همین 2,643,000 تا هم با همین گلیچ من به دست آوردم. ببینید الان اینو میزنم، بای، کانفرم، دوباره رو همین اینها. ببین چقدر بود، کل پولم سرمایه گذاری کردم 2,643,438. اینو میزنم، ببینید چقدر شد. فقط نگاه کنید، 7,855,000. اون بالا ببینید اضافه شد. اونجا رو ببینید، اون گوشه بالا سمت راست اون اضافه شد. کانتینیو میزنید و همینجوری پشت سر هم مراحل رو طی میکنید. همینجوری میزنید تا پولتون بی‌نهایت شه. حتی اکثر پول بی‌نهایتتون 2,147,000,000 است. که بله دیگه، الان من
دوباره میزنم که دیگه کاملا مطمئن بشید که یه وقت مودی چیتی چیز خاصی نزدم من. این کار خیلی آسون بود، من خودمم تازه فهمیدم و واقعا حال کردم با این گلیچ. کل پولم 7,855,000. 7 میلیون. دوباره این گزینه‌ای که زدم و دوباره میزنم. 23 تا. ببینید چقدر شد؟ 23 تا. 7 میلیون و 855 بود، شد 23 میلیون و 342. بله این هم بود این آموزش. امیدوارم که به کارتون اومده باشه و کاملا با این پولایی که گرفتید اشغال کنید. فقط اگه دیدید که کار نکرد حتما به یاد داشته باشید که بهتونم گفتم حتما باید مرحله دزدی از الماس فروشی رو رد کنید وگرنه این گلیچ براتون کار نمیکنه. بله دیگه همین بود. مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی دیگه، خداحافظ.